سلام به نام خدا. این کنسول وسط BMWs نگاه کنید، این وری رو داشته این وری رو نداشته، مخصوصا با قرمز ساختم که ببینید این چقدر سخته. اصلا کسی تو ایران نمیتونه درست کنه چون باید علم داشته باشه. فقط یه سپر درست میکنن، بعضیا میذارن تو اینستا. قطع سازی اصلا کسی نمیتونه. هر جا تو ایران هر قطعه که درست نشه آخر میارن پیش من. ببینید داغون بوده، این آهنم کج بوده، اینم قسمت توش. ببینید همه تیکار براش گذاشتن. اینجا اصلا خودش تیکه نداشته، اینجا اصلا تیکه نداشته، همه رو درست کردن. ببینم کی تو ایران میتونه همچی چیزی درست کنه.